باید کرد. ما یافتن راه نجات مردم و ارائه نسخه ثبات کشور را نه در اراده رهبران ناکام سیاسی، نه در اداره دینداران بیلگام امروزی و نه در برنامه‌های استخبارات خارجی می‌بینیم. بنابراین باید نخبگان سیاسی مستقل و کادرهای علمی دلسوز در هماهنگی با نظامیان پاکدست، ثابت قدم، میدان دیده و تعلیم یافته پیش قدم شوند تا در بازی آینده قدرت و عرصه سیاست ابتکار عمل را به دست گیرند، چون آزموده ها را آزمودن خطاست. سربازان گمنام در اکادمی تحقیقاتی و پشتیبانی نیروهای دفاعی درس آماده برنامه‌ریزی استراتژیک و تقویت ایدئولوژیک این ابتکار می باشند.